چنان شعر بباید گفت تا چون خرمن پنبه در آن هم آفتاب و هم زمین باشد، چنان شعری که رنگ آن نگردد خشک با شستن، مثال کلچه روی تو پخته نازنین باشد. البته بینندگان عزیز و گرامی، با چنین مطلب و مقصد رسیدیم به بخش نوبتی نوقلم. اما قهرمان امروزه برنامه ما نوقلم نیست، از سبک و اسلوب شعری برخوردار است. شاید از روی خاکسار بودنش باشد که خیش را نوقلم پنداشته و راه گرفته است جانب بخش ما. پس حضورش را مبارکباد میگوییم. تشکر. سراول سلام عرض میکنم جانب کلی تماشابینان تلویزیونی ختلان و با مردم شریف ختلان زمین سلام خیش را عرض می نمایم و تمنا دارم که بگذار همین خیلی برنامه های جالب بهر نوقلمان، بهر ایجادکارانی که امروز در دیار ما در کشور نازنین ما هستند، بگذارم خیلی برنامه ها باشن که تا ایشان را معرفی کنند به مردم خیش. خیلی خوب، پس ما نیز حضور شما را مبارکباد میگوییم، زیرا شما دعوت ما را رد نکردید و به برنامه ما حاضر گشتید. پس با کمال احترام رشته سخن را باز به شما میدیم تا خیش را بهر بیننده عزیز ما معرفی نمایید. تشکر. بنده عبادالله آدینه مفتون هستم. نوقلم هم گویم خطا نمیکنم. همچنین در اداره روزنامه نویدی بلخ ناحیه جلال‌الدین رومی به حیث خادم ادبی فعالیت دارم و امروز که مرا تکلیف نموده دعوت شما را پذیرفته به اینجا آمدم. سلامت باشید. میگویند که شاعر زنبق است که در خیابان میروید. آیا شاعر را که به زنبق یعنی سوسن که گلی سفید خوشبو است شبیه نمودن میتواند در خیابان روید؟ بسیار سوالی به مورد. البته در حقیقت شاعر به درخت شباهت دارد که حاصل آن باغ زندگی را معطر می سازد. البته شکوفه های این درخت شعر و غزل و دو بیتی ها و رباعی های او می باشند. از آن که او خود در بیابان می روید، اندیشه من این شاهرای حیات است که شاعر در آن موقع خاصه دارد. شکر که در تاجیکستان صاحب استقلال ما حیات روز به روز رشد می کند و موقع شعر و شاعری در جمعیت بالا می رود. در این باب اقدام های فرهنگسازی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان جناب عالی محترم امام علی رحمان شایان تحسین است. سلامت باشید. یعنی شاعر هزار دستانی را میماند که در نوده های سخن پر میزنند و شعر والای تاجیکانه را به دیگران معرفی می نماید. میدونید که در روزنامه ادب نوشته بود که یکی از شاعران نوجو و نوگوی ایرانی قیصر امینپور که ما گناهکاریم، آره جرم ما هم عاشق است. پس عاشق شدن این گناهکار بودن است یا چیزی دیگر؟ به تعبیر شادروان استاد زنده یاد لایق شیرعلی که گفته است عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است، عاشق احساس بخشش های قسمت بوده است. فکر میکنم در این مصرع‌ها یعنی که در برابر دیگر پهلوهای زندگی در عمر انسان ها عشق هم موقع خاصه دارد. عشق سرچشمه بسیار پیشروی ها در عائله میگردد. از این خاطر اگر عشق را گناهکار پنداریم فکر میکنم این خطا است. اما در مصرع‌های بعدی چنین اشاره نموده است که زندگی به عشق اگر باشد حبوط دائم است، آنکه عاشق نیست هم اینجا همانجا دوزخ است. پس در این حالت چی میگویید؟ آره، اصلا وقتی که عشق میگوییم دو عشق رو به نظر باید داشت. اولا عشق حقیقی که آن را عشق عرفانی هم میگویند. دوم عشق مجازی، یعنی که اولین عشق عرفانی بین آدم و آفریدگار، بعداً عشق بین انسان ها و عشق به وطن، به مادر، به دیار خیش، به چشمساران، به کوهساران تاجیکستان عزیزمون. و نظام گنجوی هم به این معنا چنین گفته است: عشق حقیقی است مجازی مگیر، آن دم شعر است به بازی مگیر. و اندیشه من در این مصرع ها آن عشق عرفانی در نظر است که تمام ادیبان کلاسیک ما آن را ترنم کردند. مثلا استاد هلالی میگوید کار من از جمله عالم همین عشق است و بس، عالمی دارم که در عالم ندارد هیچ کس. خیلی خوب. میگویند که شعر عالی میتواند که قلب ها را جادو کند، یعنی سحر نماید.
البته شعر در همه دور و زمان ها نه تنها واسطه مدح و ستایش بلکه یک قوه جالب و لذت بخش بوده و هست. شعر عالی البته به دلها راه می‌یابد، چطوری که نادرپور گفته است: شعر آن باشد که جوشد از دل و آید ز لب، باز بر دلها نشیند هر کجا گوش شنفت. یعنی به اندیشه من کلام موزون صنعت بلند سخن هر گونه دل را تسخیر کرده میتواند. با الهام مجبوری باوری دارید؟ شخصا خود من همچون یک ایجادکار نوقلم به الهام مجبوری باوری ندارم، چون که الهام خود یک پرنده آزاد است که خواهد می آید نخواهد نمی آید. تا حال باری نشده است که با الهام مجبوری شعری گفته باشم. میگویند که آنی که با کتاب همدم است خرم است، آنی که از کتاب دور است رنجور است. پس شما درباره کتاب چی گفته اید؟ آره، بسیار خوب قید نمودید. در این مورد جامعه بزرگ فرموده است: بهتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخواری نیست. هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحت هست و هرگز آزار نیست. یعنی که کتاب همدم و همسازی بهترین انسان است و فکر میکنم که هدیه کتاب به آدم دانش و معرفت، غذای معنوی و لذت و کان گنج می باشد که از کتاب ما بسیار چیزها را بهره‌ور می شویم. علی بابا جان در یک شعرشان فرمودند: سربازگه نبرد مادر گوید، جانش چو فتد به درد مادر گوید، سیمای پدر به یاد آرد ولی در لحظه گرم و سرد مادر گوید. شما آیا در نظم وصف این عالیه زیبایی را نموده اید؟ آره، بسیار سخنی به مورد گفتید موضوع بانو. آره، به تعریف فیلسوف مشهور دانته، مادر یکی از بهترین آفریده های خداوند است و من هم کوشش نمودم که وصف بزرگ و مهر و محبت این عالیه را به شعرهایم انعکاس کرده باشم. و همچنین یک قسم مجموعه بنده نیز با نام مادرنامه تهیه شده است که این لحظه میخواهم بهر بیننده عزیز یک غزلم را که با نام مادر غمگسار است قرائت نمایم. مرحمت. غمخوار و غمگسارم مادر، توی تو، هم درد و غم برارم مادر، توی تو، این قدر نازنینی چون گل در این زمینی، ای باغ و ای بهارم مادر، توی تو، از دوری وفایت این قلب من پریشان، خورشید روزگارم مادر، توی تو، در کوچه های غربت حیران و زار و نالان، ایستاده انتظارم مادر، توی تو، با یاد عارض تو بیدار تا سحرگاه، ای بخت سازگارم مادر، توی تو، با اشک قطره قطره در روی عالم استی، اشعار آب دارم مادر، توی تو، از راه دیده مفتون بارید اشک پرخون، مهتاب شام تارم مادر، توی تو، مهتاب شام تارم مادر، توی تو. سلامت باشید، آوازتان خسته نباشد. یعنی چون این سخنها را گفتید یادم آمد آن شب زنده‌داری های مادر. میگویند که مادر تسلی در غم، امید در ناامیدی، قدرت در ناتوانی است. میگویند که وطنداری از گوشه ایمانداری موا میگیرد. میخواستیم اندیشه شما را بابت همین موضوع بفهمیم. بله، من والاتر از این واژه کلمه را نمیدانم، زیرا وطن معنای زادگاه، مادر و ارض و بومی اجدادی را دارد. وقتی که ما به خاک وطن خون پیوندیم، در کدام یک گوشه دنیا که باشیم، مهر وطن ما را چون یک قوه بزرگ سوی خود میخواند. من که خود این حالت را دور از وطن اثر گذرانیدم و چون این بیت ها را نیز افشا نمودم: ای وطن دور از کنار رود پرجوش تو هم، جمله یاران با تو و من دور ز آغوش تویم، هر کجای می روم یادی تو با من می رود، ای مباد آن لحظه ای که من فراموش تو هم. یا اینکه به همین مضمون
یاد کردم خاک زرخیزی وطن را. سبزه و سه برگه و باغ و چمن را یاد کردم. اشکهای مادری پیرم، همسر و طفلانی بس شیرین سخن را. سلامت باشید. بینندگان عزیز و گرامی، خاطررسان میکنیم که مجموعه اولین عبادالله آدینه مفتون روی دست ماست که با عنوان مفتون قلم روی چاپ آمده است و از خود مؤلف خواهش میکردیم که درباره مجموعه اولینش را کمی بر بیننده ما شرح میدادند. تشکر موضوع بانو. آره، مفتون قلم مجموعه اولین کمینه است که دسترس هواداران شعر گردید و این مجموعه دارای 174 شعر و شعرپاره ها، غزلیات، موشحات و مدرنامه را در بر گرفته است که این با تحریر محرران کتاب، شاعران شناخته، شاعران برجسته، استاد رجب علی خدایار دلجو که خود نامزد علم‌های فیلولوژی است و همچنین استاد عثمان بلالی عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان میباشند، با تعداد 300 نسخه به دست هواداران رسید. روز میرسد که کتاب مفتون قلم روی دست شما می شود و شما از هنر والای شعرنویسی عبادالله آدینه مفتون برخوردار خواهید گشت. پس از خود مؤلف سوال میکنیم که با کدام شاعران همکاری دارید؟ تشکر زیاد. بزرگ بسیار خوب فرموده است: با شاگردی هر آن کس که شاد گردد، بود روزی که هم استاد گردد. در این باره من بسیار استادان دارم، گویم هم خطا نمیکنم، چون به یاد می آرم دوران طفلی را، یعنی که سال اولی که به صنف یکم رفته بودم، در آستانه مکتب، در سن مکتب قدم مانده بودم، آنجا استاد اولینم به خاطرم رسید، این عمک خودم منور آدینیف بود که از دست آن کس من آموختم، یعنی که قلم را در دست من همون کس در صنف یکمیم راست کردم. و بعدا استاد دومی که داشتم این اعظم جان حاجی مرزا که از من هنر راویگی را آموختم و بعدا در توی معرکه ها، در دیگر محفل و دیگر چیزها من به راویگی پرداختم و خدمت مردم را تا این دم کرده ایستادم. فکر میکنم که بسیار هم هنری والا است راویگی نیست. در همین جدا اعظم جان حاجی مرزا را استاد خود میدونم که به من بسیار هم همین هنر را آموختن. بعدا با بسیار استادان در جده انا شعر و نظم من همکاری میکنم هستند. استاد تقای مراد عارفی، استاد علی جان سربندی هستند که من پیوسته با اون کس همکاری میکنم. باز هستن استاد رحمت الله عزت الله که با تخلص شیدا شعر میگوید. بیشتر با این کسان من همکاری میکنم و اینچنین استاد که پیوسته با اون کس همکاری میکنم و نازکی های این شعر و سخن را از اون کس آموختم. این شخص مقیم شریفزاده می باشد که در خود ناحیه ما زندگی میکند و من پیوسته با اون کس یعنی همکاری دارم و استاد خود میدانمش این شخص را. چون بیشتر از غزلهایتان را خواندیم آنها دارای بیت تخلص بودند و معلوم گشت که شما با خود تخلص مفتون را انتخاب کرده اید. سبب انتخاب تخلصتان را بهر بیننده عزیز ما شرح میدادید؟ بله، راستی از ایام مکتب خانی که با زبان ادبیات بیشتر میل و رغبت داشتم، از همان وقتا شعرپاره ها ایجاد می نمودم، شبها بیدار خوابی می کشیدم و عموما مفتون همین قلم بودم. بعدا وقتی که تصمیم گرفتم که برای خود تخلص انتخاب نمایم، از اونه که دخترچه کلانی هم مفتونه نام دارد، هم ردیف این واژه مفتون را انتخاب کردم. همچنین اولین مجموعه خود را نیز با نام مفتون قلم نامگذاری کردم و با این مضمون شعره که نیز با نام مفتون قلم دارم که این لحظه میخواهم بهر بیننده عزیز قرائت نمایم. باشد. قلم ای همدم و همرازی من تو، نی خوش لهجه هم آوازی من تو، نگاریده علمهای دلم را در این راه دراز آغازی من تو. زیغم هر شب تو را بر دست گیرم،
بم و زیر نوا در ساز من تو. غم دل بر تو می گویم شب و روز، گل نازآفرین و ناز من تو. شبان بنشسته و شمعم فروزان، پری پروانه و پرواز من تو. به یاد آن پری اندام بی عهد، کشای عقده هر راز من تو. نبگذارم تو را تا آخر شب، صفای صبح نو آغاز من تو. منم مفتون اعجاز قلم بس، قلم سرمایه اعجاز من تو. سلامت باشید. برای بیننده عزیز ما خوب میشد که قید میکردید که اولین شعرتان کدام بود و به کدام خاطر نوشتید؟ بله، بسیار سوالی خوب. وقتی که در مکتبی میانه میخواندم، آن وقتها مشق قلم میکردم و هر گونه دو بیتی ها و ربایی ها زیاد می نوشتم و اون زمان در خاطرم است که در آخر سال تحصیل، یعنی که سال 1998 بود، شعره که با نام خیر مکتب نوشته بودم که هم از جانب معلمان و هم از جانب همسبقان بسیار خوب پذیرفته شد و شعره کم نیز چنین بود: از کنار پرز مهرت باز میگردم جدا، مهر تو روشن کند راهی مرا مثل ضیا. ای مکان علم و دانش من ز تو آموختم، درس آداب و سخندانی و هم صدق و صفا. مخزن عرفان و کان گنج معنی ها تویی، لال بادم از تو من آموختم حرف و هجا. رحمت و صد آفرین بر خدمت آموزگار، جور او از مهر والد بهتر است از بحر ما. زنگ آخر زنگ دوری و جدایی را بزد، می رویم اکنون علا یاران همه بر هر کجا. خیر مکتب، خیر یاران، خیر استادان من، آخرین آهنگ زنگاله نمود ما را جدا. در کدام ژانر برایتان شعر گفتن آسان تر است؟ بنده بسیاری ژانرها رو، یعنی که همه ژانرها رو میپسندم، اما نوشتن ژانر غزل برایم بیشتر پسند است که من پیوسته با ژانر غزل می نویسم شعرهایم رو. میگوید که لایق بزرگوار که در آوان 18 سالگیش شب بی پیچ و تاب آرام خفته است، که در آوان 18 سالگیش به نام دختر شعر نگفته است. چون ما کتاب شما را قرائت کردیم، در بیشتر از دو بیتی هایتان دختر رومی گفته اشاره نموده بودید. به کدام خاطر انا همین عباره را در دو بیتی هایتان جای داده اید؟ از آن که خود ساکنی انا همین ناحیه هستم، ناحیه جلال الدین رومی، و در کوچه ها که با آنها با دخترهای این ناحیه بسیار روبرو می شوم و از آن که همسر خودم نیز از این ناحیه می باشد، خواستم که زیبایی آنها را، اخلاق حمیده اشون را با آن همین مصرع های شعری هم وصف نمایم. خیلی خوب میشد برای بیننده عزیز ما پارچه را از آن همان شعرهایتان قرائت میکرده. ایا گل دختر رومی بیا که ما در این ایام، رویم دستی به دست آخر به باغ حضرت خیام. نشسته لحظه با هم نموده صحبت شیرین، بنوشیم در هوای یکدیگر ما باده گلفام. البته که به این منبر که دعوتم نمودید، من دست خالی نیامدم، با دستاویزی اومدم. کتاب نخستینم رو، یعنی که مفتون قلم رو به شما هدیه میکنم. سلامت باشید. مینداری خیش را بار دیگر به شما میرسانم و از خود شما خواهش میکردم که چون مؤلف در نزدمان است سایه دستشان را بذارم. تشکر. تماشابینان عزیز و گرامی، بار دیگر خاطررسان میکنیم که قهرمان امروزه بخش ما بودن عبادالله آدینه مفتون و اطمینان کامل داریم که شما نیز روز از کتاب تازه نشر عبادالله آدینه مفتون، یعنی با عنوان مفتون قلم، آگاه میگردید و روز میرسد که مجموعه اولین آنها که با عنوان مفتون قلم روی چاپ آمده است دسترس شما خواهد شد.